مرکز مطبوعات اداره روسیه‌خوزنتزور ولایت سرات و سمار روسیه روز 26 اکتبر سال 2022 خبر داد که کارمندانش در یک هفته گذشته در فرودگاه کوروموچ شهر سمارا 2068 باگاژ مسافران 21 پرواز از کشورهای خارجی دور و نزدیک را تحت تفتیش فیتوسانیتاری قرار دادند. هنگام تفتیش از باگاژ 116 مسافر از تاجیکستان و ازبکستان و آذربایجان 382 از 18 کیلو محصولات تحت کرانتین به مثل چهار مغز، میوه‌جات، میوه خشک، گیاهای خشک، چای، تخم و محصولات دیگر را که به قلمرو روسیه درآوردنشان منع کرده شده است پیدا کردند. در خبر گفته می شود که این محصولات مصادره شده را تحت نظارت کارمندان روسیه‌خوزنتزور نابود کردند. این اداره گفت که همین طور کارمندانش 11720 تن گل از ارمنستان آورده شده را نیز تحت تفتیش فیتوسانیتاری قرار دادند، ولی از بس که تمام بار سندهای لازمی فیتوسانیتاری داشت به صاحب گلها اجازه دادند که محصولاتش را وارد روسیه کند. زمینه حقوقی مصادره چنین محصولات از مسافران تاجیک قرار روسیه‌خوزنتزور از 16 اپریل سال 2012 است که به مسافران به قلمرو روسیه وارد کردن میوه و سبزیجات و محصولات دیگر تحت کرانتین از تاجیکستان و ازبکستان و آذربایجان را منع می‌کند. از 5 مارس سال 2019 به مسافران از ازبکستان اجازه دادند که با خود تا 5 کیلو میوه و سبزیجات یا خشک میوه و دانگی بیارند، ولی به مسافران از تاجیکستان اینک 10 سال باز به روسیه بردن میوه و سبزیجات، خشک میوه، محصولات دانگی چون پیسته و بادام، چهار مغز رسما منع کرده شده است. اگر بخت مسافران برنده کند در فرودگاه‌های روسیه به دست کارمندان روسیه‌خوزنتزور نفتند، این محصولات را میگذرانند، ولی اگر در رید بیفتند میوه و سبزیجات از وطن با خود آوردهشان را مصادره میکنند.